خوش اومدید به درس 8 از گرامر A2. در این درس قراره در مورد قیدها و بعضی حروف اضافه مکان و کاربردشون در جملات مختلف صحبت کنیم. در اولین بخش ویدیو میخوایم در مورد وجود یا عدم وجود چیزی در اینجا و یا آنجا صحبت کنیم. There is و there are. There is و there are برای وجود داشتن چیزی استفاده میشن. دو تا کلمه کلیدی حالا داریم اینجا. There به معنی آنجا و here به معنی اینجا هستش. دقت بفرمایید این دو قید مکان برای اشاره به دور یا نزدیک استفاده میشن. برای وجود داشتن چیزی در اینجا یا آنجا شکل مثبت جمله رو ما داریم. دقت کنید. There is some sugar here. There are more flowers there. معنی‌هاش رو ببینید. اگه بخوایم شکل کلی رو برای این گرامر بنویسیم به این صورت هستش. برای اسامی مفرد قابل شمارش، اسامی غیر قابل شمارش. There is به علاوه some و یا a little و یا a lot of به علاوه uncountable یا اسم غیر قابل شمارش. برای عدم وجود چیزی در اسامی جمع یا مفرد یا حتی غیر قابل شمارش راه اول اینه که جمله رو با استفاده از کلمه no معرفی کنیم. There is no one here. کسی اینجا نیست. There are no glasses there. اونجا هیچ عینکی نیست. حالا به این دو جمله دقت کنید. There are two dogs there. دو تا سگ اونجا هستش یا اونجا وجود داره. There is a cat here. یک گربه اینجا هست یا اینجا وجود داره. از این دو جمله متوجه میشیم که گربه به ما نزدیکتر هستش به خاطر اینکه گفتیم here و برای منفی کردن هم مثل جمله های قبل همون قواعد رو به کار میبریم. There are no dogs there. There is no cat here. برای عدم وجود چیزی راه دوم منفی کردن فعل to be هستش به طوری که کلمه not به فعل اضافه میشه. در این حالت اگر اسم قابل شمارش جمع یا مفرد باشه به این صورت هستش. There isn't a cat there. There aren't two dogs here. حالا اگه بخوایم به این اشاره کنیم که هیچ مقداری از چیزی در اونجا و یا آنجا وجود نداره به جای تعداد یا عدد در اسامی قابل شمارش و در اسامی غیر قابل شمارش به جای عباراتی مثل some, a lot of و غیره از کلمه any استفاده میکنیم. For example, there isn't any milk here. هیچ شیری اینجا نیست. شیر خوردنی. There is not anybody there. هیچ کی اونجا نیست. There aren't any people there. هیچ آدمی یا هیچ شخصی آنجا نیست یا اونجا نیست. در ادامه ویدیو میخوایم شکل صحیح کاربرد کلمه please رو در جملات امری یاد بگیریم. یک راه مؤثر برای ملایم کردن لحن جمله دستوری یا مؤدبانه تر کردن اون از کلمه please ما میتونیم در این موارد در این مواقع استفاده کنیم. کلمه please در ابتدا یا انتهای جمله میتونه به کار بره. این کلمه در ابتدای جمله به این صورت استفاده میشه. Please call me as soon as possible. یا please do your homework first. و معمولاً وقتی در جمله can, could, would داشته باشیم آخر جمله میاد کلمه please ما. به این مثال دقت کنید. Can I borrow your phone please? Would you pass me that bottle please? Could you say that again please? البته اینم بگم که کلمه please میتونه در وسط جمله هم باشه اما در این صورت معنی تأکید در انجام کار رو داره نه اینکه مؤدبانه تر بخوایم یک کاری رو ما درخواست بدیم. For example, can we please change the main idea? Could you please talk to him? معنی هاش رو ببین. در انتهای این ویدیو میخوام در مورد حروف اضافه مکان
یا جابجایی و کاربردشون در جمله باهاتون صحبت. رایج ترین های این حروف شامل get on or get off، into or out of، up و یا down، across و یا along، over و یا under هست. خب بریم که شروع کنیم. عبارت get on به معنی سوار شدن هست. مثلا وقتی میخواین سوار اتوبوس یا وسیله نقلیه‌ای بشید، get on the next train now. سریعا سوار قطار بعدی شو. get off به معنی پیاده شدن هستش که میتونه حالا پیاده شدن از تاکسی، اتوبوس یا هر وسیله نقلیه‌ای باشه. we get off at the next station. یه در ایستگاه بعدی پیاده میشیم. حرف اضافه بعدی into هست که زمانی استفاده میشه که چیزی در حال ورود یا حرکت به داخل جایی یا ظرفی هستش. He put the groceries into the bag. مواد غذایی رو داخل کیسه گذاشت. عبارت بعدی out of که متضاد into هست به معنی خروج از یک مکان یا ظرف هستش. For example, if you can't stand the heat, you should get out of the bakery. اگه نمیتونید این گرما رو تحمل کنید باید از نونوایی خارج بشید. عبارت up یعنی حرکت به سمت بالای چیزی یا جایی هستش و دقیقاً مخالف down به معنی حرکت به سمت پایین چیزی یا جایی هستش. For example, she likes riding her bike up these hills. او دوست داره که دوچرخه خودش رو بالای این تپه ها برونه. It's easier to run down the hill than go up. میگه که پایین اومدن از تپه آسان‌تر از بالا رفتن از اونه. حرف اضافی across حرکت از یک سمت به جهت مقابل رو بیان میکنه. For example, the girls swam across the lake. دخترها از دریاچه عبور کردند. اغلب از روی یک سد یا مانع مانند پل و یا غیره. در بیشتر مواقع از این across استفاده. حرف اضافه along حرکت در یک خط یا یک جهت پیوسته رو نشون میده به طوری که به انتها برسه. The train moved along the tracks. قطار در امتداد ریل حرکت می‌کرد. در نهایت دو حرف اضافه over و under که تقریباً معنی متضاد همدیگر رو میدن رو داریم. over به معنی حرکت از یک سمت به سمت دیگر از بالای چیزی یا جایی هستش. و همینطور در مورد under بگم که به تقریباً متضادش هست به معنی جابجایی از یک سمت به سمت دیگه از زیر جایی یا چیزی هستش. بریم توی مثال ببینیم. He jumped over the wall. The dog crawled under the fence. در ادامه مبحث قیدها میخوایم گرامرهای جدیدی رو با همدیگه یاد بگیریم. پس با من همراه باشید و برای اطلاع از مطالب بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب در قسمت اول ویدیو میخوام برم سراغ قیدها یا نشانگرهای زمانی adverbs of time که تنوع و کاربردهای زیادی هم دارن. قیدهای زمانی برای پاسخ به سوالاتی مثل چه زمانی یا when، برای چه مدتی یا how long و یا چند وقت یک بار یا how often استفاده میشن. دسته اول قیدهایی که در پاسخ به when میان، یعنی کی، چه زمانی. ما یک سری قیدهای رایج داریم برای زمان. دقت بفرمایید. مثلا yesterday، last month به معنیاش دقت بفرمایید، خیلیاشو میدونید. now، tonight، today، tomorrow، later. همونطور که میدونیم قیدها در آخر جمله میان، اما یک سری استثناهایی هم وجود دارن. بر اساس قرارگیری قید در جملات اونها رو به دو دسته قوی و ضعیف دسته‌بندی میکنیم. در کل قیدها اگر بین فاعل و فعل اصلی بیان، تأکید جمله به عمل انجام شده هست و تأکید ضعیفی بر زمان انجام داره.
اما اگر در آخر جمله بیان تاکید قوی بر زمان انجام داره. چطور؟ بیان با مثال این رو با هم دیگه ببینیم. برای مثال برای زمان آینده دقت کنید. They will give you more details tonight. دیگه اونها امشب جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار میدن. I will text you later. من بعداً بهتون پیام میدم. She isn't available now. He is coming home right now. I did my homework last night. The doctor called me last week. دسته دوم قیدهایی که به how often پاسخ میدن، یعنی چند وقت یک بار. به اینها دقت کنید لطفاً. Never میشه هرگز، rarely به ندرت، sometimes گهگاهی، normally به طور عادی یا نرمال، usually معمولاً، often اغلب اوقات، always یعنی همیشه. به این قیدها قید تکرار هم گفته میشه که هم بین فاعل و فعل اصلی و هم در انتهای جمله میان. بیاین مثال‌هاشون رو با هم دیگه ببینیم. The manager normally starts work in the evening. یه مدیر معمولاً کار کردن رو بعد از ظهر شروع میکنه. این معمولاً همون قید تکرار هستش. They always arrive late. اونها همیشه دیر میرسن. همینطور که میبینید تاکید جمله به عمل انجام شده است و کمتر به زمان تاکید داره. I dance in the gym sometimes. میگه من گهگاهی در باشگاه میرقصم. اینجا بیشتر به زمان تاکید داره تا عمل انجام شده. بیایید در جملات ضعیف یا به عبارتی جملاتی که قید در ابتدای جمله اومدن بیشتر دقت کنیم. اگر در جمله فقط یک فعل داریم که خب قطعاً فعل اصلی هستش، قیدها قبل از فعل میاد. مثلا She always goes to work by car. اون همیشه با ماشین شخصی سر کار میره. و یا They often lie about their income. به معنیش دقت کنید. اما اگر در جمله دو و یا بیشتر از دو تا فعل داشته باشیم، قید درست بعد از اولین فعل مدال و یا فعل کمکی میادش. مثلا You can sometimes predict what will happen. گاهی اوقات میتونید پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. و یا If you loved me, we might never have felt. دسته سوم قیدهایی هستن که به how long جواب میدن و وقتی ازشون حرف میزنیم که بخوایم در مورد مدت زمان رویداد اتفاقی در گذشته، حال و یا آینده صحبت کنیم. How long یعنی برای چه مدت؟ کلاً دو قید for برای مدت مشخص و since از فلان تاریخ تا به الان رو ما در این مورد داریم. بیاین مثال بزنیم. For example, how long are you staying with us? We're staying here for 3 months. به معنیش دقت کنید. مثال بعدی. How long did they live in Paris? They've lived in Paris for 10 years. How long has she been there? She has been there since 5th November. How long has he been playing tennis? He's been playing tennis since he was a child. خب در مورد قیدهای زمان تا لول‌های بعدی نکات بیشتری قراره یاد بگیریم، اما در ادامه میخوام در مورد قیدهای movement و direction یا حرکتی و جهتی صحبت کنم. این قیدها عملی رو به سمت مکان یا جهت خاصی رو نشون میدن. یعنی همونطور که از نامشون پیداست برای نشون دادن نحوه حرکت چیزی یا شخصی یا جهت حرکت اونها استفاده میشه. رایج ترینشون هم به شرح زیر هستن. دقت کنید. inside, back, down, up, somewhere, away, around, eastwards, westwards, southwards. به مثال ها دقت کنید لطفاً. If you are looking for room number 25, you have to go inside the mathematical faculty. میگه اگه به دنبال اتاق شماره 25 هستی باید به داخل دانشکده ریاضی برید. Are you going somewhere right now? الان داری جایی میری؟
نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که یادتون باشه که قیدهای بالا میتونن قیدهای مکان هم باشن، بسته به فعلی که تغییر یا تعدیلش میکنن داره. اگه فعل اشاره به حرکت یا جهت داشته باشه اون وقت بهشون قید حرکت یا جهت میگن، اما اگر فعل به مناسبتی اشاره داشته باشه قید مکان محسوب میشه. با این مثال ها ببینیمشون. It is hot outside. در اینجا چون قید داره وضعیت یک مکان رو نشون میده، پس اینجا outside یک قید مکان هست. Did you want to go outside؟ آیا میخوای بری بیرون؟ و اما اینجا چون که قید داره فعلی رو که به جهت خاصی اشاره داره مادیفای میکنه یا به اصطلاح اون رو بست میده، پس یک قید جهت هستش. قیدهای موومنت و دیرکشن معمولاً بعد از فعل اصلی و یا بعد از مفعول یک فعل گذرا میاد، اما صرف نظر از مکانی که قرار دارن، این نکته مهمه، صرف نظر از مکانی که قرار دارن همیشه فعل رو اصلاح میکنن. For example, shall we talk inside؟ میشه داخل صحبت کنیم. I want to go back to school this time. در ادامه میخوام در مورد قیدهایی که پسوند ly میگیرن صحبت کنم. بسیاری از قیدها در زبان انگلیسی به پسوند ly ختم میشن، چون این یک راه سریع و آسون برای تبدیل یک صفت به قید هستش. به عنوان مثال صفت sad با افزودن ly به آخر اون به قید sadly تبدیل میشه. پسوند ly یک روش عالی برای توصیف چگونگی یا تعداد دفعات انجام کاری هستش. اگرچه قاعده سختگیرانه‌ای نیست و قطعاً استثناءات زیادی هم در این زمینه وجود داره، اما یادتون باشه مشخص کردن پایان ly در یک کلمه اغلب اوقات نشونگر خوبی هست که کلمه یک قید هست. بسیاری از قیدها به ly ختم میشن اما نه همشون. این هم فرمول ساختشونه، دقت کنید. حالا تعداد قیدهایی که میتونن به ly ختم بشن میدونیم که خیلی زیاد هستن، اما رایج ترین هاشون اینها هستن. دقت بفرمایید. angry angrily، beautiful beautifully، brave bravely، bad badly، careful carefully، final finally، general generally، happy happily، loud loudly، normal normally، perfect perfectly، slow slowly. در درس قبل یاد گرفتیم که برای ساخت قید از صفت کافیه پسوند ly رو بهشون اضافه کنیم، اما قیدهایی هم وجود دارن که به ly ختم نمیشن. به این کلمات قیدهای بیقاعده میگیم. این قیدها قاعده خاصی ندارن، یعنی باید مثل افعال بیقاعده به خاطر بسپرینشون، چاره دیگه ای نیست. پس بیاین رایج ترین هاشون رو بررسی کنیم. مثلا good، صفت good به معنی خوب هستش، درسته؟ For example, he is a good person. او آدم خوبیه. در اینجا good صفت هست و داره یک اسم رو توصیف میکنه، اما برای تبدیل شدن به قید باید شکلش کاملا تغییر کنه. قیدش میشه well، یعنی به خوبی. For example, I handled the project well. میگه من پروژه رو به خوبی مدیریت کردم. و یا I did well in the English exam. امتحان زبان انگلیسی رو به خوبی دادم. حالا fast که معنی سریع هستش هم اینجا دقت کنید. They gave us a fast answer. اونها سریع پاسخ ما رو دادن. قید این صفت دقیقاً شکل صفتش رو داره. He drives fast. با سرعت رانندگی میکنه. قید بعدی straight هست. Straight که شکل قید و صفتش هم یکسانه. For example, please draw a straight line. میگه لطفاً یه خط مستقیم بکشید. We drove straight. ما مستقیم رانندگی کردیم. در جمله اول straight صفت برای لاین بودش و در جمله دوم قید بود که چگونگی انجام فعل رو به ما میگفت.
یکی دیگه از قیدهای بیقاعده early هستش که هر دو شکل قید و صفت با هم یکی هستن. I think it was an early night. به گمانم که اوایل شب. I wanna sleep early tonight. امشب میخوام زود بخوابم. در جمله اول دقت کنید لطفاً، در جمله اول صفت و در جمله دوم قید رو میبینیم. بچه‌ها حالا بیان یه چالش با هم داشته باشید. به نظرتون کلمه late قید هست یا صفت؟ کلمه lately چطور؟ خب یه نکته جالب، late هم میتونه قید باشه و هم صفت، اما lately قطعاً قیده و به معنی اخیراً هستش. We arrived late. ما دیر رسیدیم. اینجا یک قید هست به معنی دیر بودن از نظر زمانی، اما اینجا رو داشته باشیم. I've been feeling unwell lately. یه اخیراً حالم بد بوده است. در ادامه میخوام در مورد ساخت قیدهای برتر و مقایسه‌ای صحبت کنم. یادمونه که از صفتهای مقایسه‌ای و عالی برای مقایسه دو یا چند اسم یا شی استفاده میکردیم. For example, you are better than me. تو بهتر از منی. یکم کنایه‌ای هم هست. She is the best player on the team. اون بهترین بازیکن تیم. اما از قیدهای مقایسه‌ای و عالی برای مقایسه دو یا چند عمل انجام شده استفاده می‌کنیم. برای مثال She writes better than you. او بهتر از تو می‌نویسه. They speak more carefully than you. حالا نحوه ساختشون چجوریه؟ بیاین با هم قیدهای عالی و هم مقایسه‌ای رو با هم دیگه بررسی کنیم. در قیدهای تکسیلابی کافیه مثل صفت‌ها به آخرشون یه ER اضافه کنیم و در واقع EST یا est اضافه کنیم تا بشن قید عالی. Fast, faster, fastest. Hard, harder, hardest. For example, Shakira drives faster than me. John works harder than ever. قیدهای دو سیلابی و بیشتر مثل صفت‌ها با گرفتن more تفضیلی در واقع و با گرفتن most عالی میشن. For example, quickly, more quickly, most quickly. معنی هاش رو دقت کنید. Carefully, more carefully, most carefully. Quietly, more quietly, most quietly. این جملات رو هم حالا داشته باشید. She speaks more slowly than you. اون آرامتر از تو صحبت میکنه. They write most carefully. بریم سراغ قیدهای بیقاعده تفضیلی و عالی. اگه یادتون باشه در گرامرهای قبلی برخی صفات بدون قاعده تبدیل به تفضیلی و عالی میشدن. پس در مورد قیدها هم همچین مسئله‌ای وجود داره. Badly به نحوی بد، badly. Worse به نحوی بدتر، worst به بدترین نحو میشه. Well به خوبی، better به نحوی بهتر، best به بهترین نحو. Little کم، less کمتر، least کمترین. Far که میشه دور، farther دورتر، farthest دورترین. حالا با هم دیگه چند تا مثال ببینیم. You are running worse today than yesterday. میگه امروز بدتر از دیروز میدوید. She played the best of any player. اون بهترین بازی رو نسبت به هر بازیکنی ارائه. Among all my students, Edward writes his homework the best. حالا این نکته رو گوش بدید. یادتونه در صفت‌های عالی باید حرف معین د رو حتما می‌آورد. یادتون هست در مورد قیدهای عالی اصلا لازم نیست بیاریمش مگر در شرایط زیر. هر وقت در جمله هم نوع آب و اسم وجود داشته باشه قبل از شکل عالی قید حرف د رو میاریم. مثلا چی؟ Everyone in the race ran fast but Drake ran the fastest of all. و حالا این جمله رو داشته باشید.
The youngest player ran fastest. معنیش رو ببینید. نیازی به آوردن د اینجا ما نداشتیم. نکته بعدی اینه که مانند صفات تفصیلی برای استفاده از قیدهای تفصیلی هم از کلمه than استفاده می‌کنیم. The little girl sings louder than her friends. حالا قیدهای حالت یا manner مثل quickly or slowly معمولاً آخر جمله. She eats quickly. اما گاهی هم میتونه وسط جمله، مخصوصاً اگر فاعل خیلی طولانی باشه یا قید از بخش‌های مهم و تأکیدی جمله نباشه. She quickly ate her dinner and ran out. 2. قیدهای مکانی یا place مثل here or there. اینا هم میتونن آخر جمله بیان. Can you come here؟ اما گاهی هم در ابتدای جمله میان، مخصوصاً موقع writing. Here they sat. یک نکته خفنم در مورد جایگاه فاعل در جمله هایی که here و there اول جمله میان میخوام بهتون بگم. اونم اینه که وقتی که فاعلمون ضمیر باشه، یعنی he, she, it, they و غیره، اون وقت بلافاصله بعد از قیدهای here و there میاد. مثلا چجوری؟ Here she comes. There you are. اما اگه فاعلمون یک اسم باشه، اون وقت بعد از فعل میاد، یعنی میشه این شکلی. دقت کنید. Here comes the bus. به معنیش دقت کنید. قیدهای زمان یا adverbs of time معمولاً آخر عبارت میان، مگر اینکه تاکید بر قید بخواد بر قید باشه. در واقع در درس قبلی هم به تفصیل بهش پرداختیم. برای مثال I'm flying to London tomorrow. Tonight I'm gonna speak to her. 4. قیدهایی که تناوب انجام کار رو میگن یا همون فرکانسی، معمولا پوزیشن وسط رو دارن. دقت کنید. I always watch movies at midnight. اما گاهی هم میتونن در ابتدا یا انتهای جمله بیان. Sometimes it hurts in love. گاهی اوقات عشق دردناکه. We don't talk to them very often. یه نکته کنکوری هم بهتون بگم. Never, ever and always در ابتدای جمله نمیان، مگر در شرایط بسیار خاص که ما در لول های ادوانس بهش خواهیم پرداخت. حالا یک حالتی هم هستش که ما در جمله بیش از چند مدل قید داریم. تکلیف چجوری میشه؟ ترتیب آوردن قیدها به این شکل. یک حالت manner، در واقع manner هست یا حالت. place مکان. time زمان. ببینید این مثال رو. Start off slowly in the beginning. Nicole played brilliantly in the match on Saturday. این نکته رو هم یادتون باشه که اگر فعلی نیاز به مفعول داره، بهتر قید رو بعد از اون مفعول بیاریم. یعنی ما حق نداریم بین فعل و مفعولش با قید فاصله بندازیم. For example, she plays guitar very well. او بسیار زیبا گیتار می‌نوازد. She plays very well. کدوم از اینا درسته؟ I don't watch the TV often. I don't watch often the TV. همینجا درس دهم رو هم به پایان میرسونم. ممنون میشم اگر نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارید با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدیو بعدی شاد و موفق باشید.